رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید یعقد الشیطان علی قافیه رأس احدکم. وقتی که انسان می خوابد در بستر می درآید، شیطان 3 گری به پشت سر اون خواب کننده می کند، یعنی 3 سپر 3 پلیت را می اندازد که پشت سرت مستحکم شود که شب برنخیزی و شامل رحمت خدا نشوی. 3 گره می کند. یعقد الشیطان علی قفاء رأس احدکم. وقتی که انسان می خوابد، شیطان 3 گری مستحکم در پشت سرتان می کند، یعنی شما را به غفلت می اندازد، شما را 3 سپر غفلت را به پشت سرتان می گذارد. وقتی که اندک شور خورده، شیطان لالو میگه، در اصطلاح میگه خواب کن، شب دراز است، خواب کن، در تکبیر مسجد نماز جماعت دقایق مانده، خواب کن فردا کار زیاد داری، خواب کن فردا برنامه ها داری، باز خسته میشی. اگر مسلمانی با چنین غفلت شیطان، با چنین گری ریسمان مستحکم شیطان اگر توجه نکرد، اگر از جایش برخست گفت سبحان الله، الله اکبر، یاست لا اله الا الله محمد رسول الله علیه السلام، خو یک ذکر الله را کرد، تنها با گرفتن نام الله یک سنگر گری شیطان از بین می رود. از جایش برخاست، کوزه آب را گرفت، آفتابه را گرفت، نهل آب را چالان کرد، نهل آب را چالان کرد که خواست وضو بکنه، به محض انجام فعل وضو گری دیگر شیطان کنده میشه، باز میشه، سنگر شیطان دیگر سنگرش هم شکست میخوره، میماند یک سنگر، یک گری سیومنکیش. وقتی که مسلمان به نماز می ایستد و نیت کردم ادا سازم 2 رکعت تهجد و زنگ تماس را به خدا یکتا وکی میکند، هر 3 گری شیطان میسکله، از بین میرود، کاملا خنثی میشود، مورد شامل رحمت خدا میشوید. عزیزان من، اگر خواسته که فردا قلبت منور شود، شب خواب کرده فردا بخیزید که دلت اطمینان داشته باشد، قلبت پر از نور و خوشحالی و سعادت و نیکبختی شود، شب تهجد بخوان. تهجد یک از جمله خصوصیاتش امی است که غم روزمره را همیشه خنثی میکند. تهجد از بین برنده اندوه و افسردگی روزمره تان است. شب برخیز تهجد بخوان. عبدالعزیز ابن رواد رحمت الله علیه شب یک خیمه داشت. خیمه را 4 اطرافش چوبایش در زمین نصب میکرد. یک بسترکی چریکی در اصطلاح، بستری برادرای تبلیغی بارین، این هموار میکرد، بر بالای بستره استاد میشد، میگفت خیلی خوب نرم استی. عبدالعزیز ابن رواد میفرماید که من خیمه را بسته میکردم و بسترگک خوابی مسافرانه در داخلش هموار میکردم و بر بالای بستره در گوشهش استاد میشد و به دست خود نرمی بستره را به دست خود لمس میکرد، میگفت خوب نرم استی، خیلی راحت میتی انسانی که در سر تو بخوابد، اما بستر خواب بهشت از تو نرمتر است. ای را جمع میکرد به تهجد استاد میشد. اگر خواستیم تختهای 79 و 70 رنگه بهشت را از آن خود کنیم، ترک خواب کنید. هر سحر برخیز استغفار کن، فرصت اکنون داره کار کن. ما به خاطر کار دنیوی ما 24 ساعت تلاش داریم، 24 ساعت خواب نداریم. اگر صراف ما 1 روپیه 1 افغانی و دلار اگر در حسابش تو بالا شود، مدیر محاسبه میشب خواب نمی کند که رئیس از من توان میگیرد. اما پروردگار لحظاتی که بیش قیمت ترین عمر به من و تو داده و تمویل رزق ما و تو ضمانت رزق ما و تو هم کرده است و پروردگار را چطور ما فرصت خود را اکنون داریم ما استغفار ما کار نمی کنیم به خاطر قیامتمان. قاضی عزیز الرحمن ببخشید مفتی عزیز الرحمن رحمت الله علیه مؤلف فتاوای دیوبند
عزیزان من، اینقدر متواضع آدم بود، اینقدر شکسته آدم بود، با بودن علم که در بخش فتوا تقریبا 12 جلد کتاب نوشته کرده است، مفتی اعظم دیوبند است. میگه روز پیرزنی به محضرش آمد، گفت ای همسایه مفتی صاحب، مولوی صاحب، بام بی اوجی تان، بام امسایه ضعیف و پیچ سفیدتان باران میبارد، چکک میکند، اما تو در همسایگی من قرار داری. من بی بضاعتم، من بی کسم، بام من دگل ضرورت دارد. مفتی صاحب رحمت الله علیه خاک ها را آماده میکنه، خاک را آماده میکنه، شب تهجد ها میخواند، میگه پروردگارا اگر از بام این مادر چککی در داخل از آب چکیده باشد و من اینجا راحت خوابیده باشم، پروردگار من امشب تهجد ها میخوانم، از تو مغفرت میخواهم. فردا خاک آماده شد، پیرچزنی و بیوزنی صدا کرد که عزیز الرحمن مفتی صاحب گل خاک آماده است، مرد کار بیاور، کارگر بیاور، من سرت حق دارم به حیثیت مادر و همسایه. حضرت مفتی صاحب گفت که درست است، درست است مادر. کارگری پیدا نکرد یا پول کارگری را مفتی صاحب نداشت. یک چیز را به یاد داشته باشین، دو چیز الا کم کم اوقات یک جای جمع میشه اما یک جای جمع نمیشه: سرمایه با علم. 80% علما بی بضاعتن، 80% علما امکانات اقتصادی ندارد اما علم دارد که از اقتصاد ظاهری بالاتر. اگر در علما اقتصاد به امرای علم جرم شود و خرج درای علا میکند. مفتی صاحب پول 2 دانه مرد کار را نداشت، علمش بحر بود. گفتم سرمایه با علم جمع اگر شود از 90 چند فیصد 1% که علما سرمایه دار هستند، و اگر سرمایه دار بودن هم درای دین خرج میکند و هم تدریس میکند. این پول مرد کار را نداشت، لنگ خود را پوشید، بیل را گرفت، لای یا کگل بامی پیچ سفید همسایه را ترک کرد و کسی پیدا نکرد که بام را گل کند. کمر بسته کرد، سر بام برآمد، هم سطل پر میکرد هم بام را گل میکرد. بعد از اینکه گل خلاص شد تن حضرت مفتی صاحب به لرزه آمد، سرد بود، هوا زمستانی بود یا خنوکی بود. پایان شد، باز از مفتی صاحب تشکری کرد که خیر ببینه کسانی که با تو کمک کرده، شاگردای دعای خیر در حقت میکنم. همین مفتی صاحب هیچ صدایش نکشید، هیچ یاد نکرد که من به خاطر تقاضای تو حتی تهجد خواندم، شب خیستم و بام تو را من تنها گل کردم. همین مفتی صاحب یک شاگرد داشت، او میگه من شب در کنارش بودم، وقتی که فشار خواب برش می آمد زانو را قطع میکرد، چونگک می نشست، سرش را در بین دو زانو می ماند، نیم ساعت 40 دقیقه خواب میکرد. من فکر کردم که البته جای خواب درست ندارد، خود را به می دو زانو نشستن دمین خواب خود را راحت میکنه. دیدم روز به روز عادتش همین است، خوابش همین است، خصلتش همین است. گفتم مفتی صاحب یک سوال کنم، شما بزرگوار چرا درستی مثل ما برای خود دراز خواب نمیکنانی؟ چرا نمیخوابی به طریقه درستی پای دراز کردن؟ روی به طرف شاگرد کرد، گفت که عزیز من، شاگرد من، برادر من، فرزند معنوی من، قبر جای خواب است، شورخاک جای خواب است، درای ایرتان جای خواب است، آهودوش جای خواب است. قبرستان هایی که شورخاکی که زمینش ارزش ندارد آنجا به خیر رفتم باز پا دراز میکنم. دنیا جای خواب نیست، دنیا جای کسب و کار به دست آوردن آخرت است. گفت در قبر با خوبتر خواب میکنیم، با زیر سر با خشت لحد باز آرامتر خواب میکنم. بان که آرامش قبر را در اینجا دریابم، خواب من همین است. 30 سال اگر عمر داریم 15 سالش در خواب تیر شده، اگر 50 سال عمر داری 25 سال در خواب تیر شده، خبر نداری. آیا شبها از عمرت حساب نمی شود؟ جمعه گذشته تا این جمعه 7 روز تیر شد، چه دستاورد کردیم؟ بس خیره آخرتمان با اون قبر تنگ و تاریکمان.
به اون لحد بی کس و بی کویمان، در آن لحدی که صدا میکنه انا بیت الدود، انا بیت الغربه، انا بیت الوحده، من خانه کرم و کژدمم، من خانه تنهاییم، من خانه مسافری تو ام. بین آن شب تهجد بخوانین.